باز دارم مادر از می سفر، گوی چون هر بار حرف مختصر. سلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال گپ نیست. رحمت برای دستگیری هایتان در کانال ابونه شوید و ما ویدیو امروزه را آغاز میکنیم. امروز دوستان متاسفانه نه آنقدر خبر خوش از شو بیزنسی تاجیک داریم. بنابر به خبرهای دریافت قربانعلی عبداللهیف، آوازخوان پرآوازه و هنرمند مردمی تاجیک به اثر بیماری که داشت دیروز در سن 57 سالگی درگذشته است. در این باره بعضی از نفران نزدیک به هنرمند در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. برخی از رسانه‌ها با تکیه به منبع‌های خود گفتند که آوازخوان چند وقت اخیر در بیمارخانه سرایتی واقع در محله 102 شهر دوشنبه بستری بود. در ماه دکبر بسیاری از کاربران شبکه‌های فیسبوک نوشته بودند که هنرمند در بیمارخانه با بیماری کووید دست به گریبان است. تا کنون دلیل مرگ قربانعلی عبداللهیف رسما گفته نشده است، ولی بیمارخانه بیماری‌ها سرایت دوشنبه حالا یگانه بیمارخانه در دوشنبه است که در آن بیماری گرفتار کرونا ویروس و التهاب شش بستری کرده می شود. نزدیکانش گفتند مراسم و نماز جنازه آوازخوان فردا 12 ینور در زادگاهش دهه گلریز شهر وحدت ساعت 12 برگزار می شود. دل گوید آخر دیر شد، خواستم گریزم زین گناه، دل گوید آخر دیر شد، به دست و پایم تاب عشق زنجیر شد. یکی از کاربران فیسبوک با نام شاداجان سلطانوف دلیل مرگ آوازخوان را کرونا ویروس گفته مرگ بر محل قربانعلی عبداللهیف را نیز از ما برد. متاسفانه جانی درمندش توانی برداشت کرونا را نکرد. یادش گرامی. قربانعلی عبداللهیف از هنرمندان شناخته تاجیک بود که سالانه زیاد در دست هنر دریای کمیته تلویزیونی و رادیویی فعالیت کرد. ماه دکبر که خبر بیماری آوازخوان رسانه شده بود، آهنگساز شناخته تاجیک امیربگ موسایف درباره این هنرمند نوشته بود: با برادر عزیز و ارجمندم قربانعلی از درگاه پروردگار تمنا دارم هرچی بیشتر تندرستی، خوشبختی و روزگاری آباد و پرفیض آرزو می نمایم. مکتب آوازخوانی ایشان از هر جهت کامل بوده، در خود یک لحن زیبای جلب کننده را داراست. از می سفر، گوی چون هر بار حرف مختصر، باز دارم مادر از می سفر، گوی چون هر بار حرف مختصر، ساق رفت سلامت باز آی، گر علاجش هست خط کن تیزتر، ساق رفت سلامت باز آی، گر علاجش هست خط کن تیزتر. فرض کردم در لبی بحری سیاه، گاه شب گاه روز و گاه پگاه، گاه شب گاه روز و گاه پگاه، من شمارم کشتی های رهگذر، می شماری تو ولیکن روز ما،
من شمارم کشتی های رهگذر می شماری تو ولی که این روز و ماه می روم ما در جدایی گرچه سخت من نمی جویم رهی آسانی بخت می روم ما در جدایی گرچه سخت من نمی جویم رهی آسانی بخت در سفر آدم شود مردی بتون پیر در یک جا شدن کاری درخت در سفر آدم شود مردی بتون پیر در یک جا شدن کاری. ягона ҳунарманд ки бо оркестри созҳои миллӣ, оркестри эстрадӣ, симфонӣ, оркестри камеравӣ ва ансамбли созҳои миллӣ бо ҳиссиёти баланд овозхонӣ мекунад. Ин буд видеои имрӯзаи мо. Хайр дӯстон. توی در زندگانی حاصلی من بیا ای نازنی سنگین دلی من بیا ای نازنینی خوشگیری من تو را خواهم تو را خواهم تو را خواهم تو را خواهم بسوزد جان شیرینم بسوزد جان شیرینم بسوزد جان شیرینم آه بسوزد جان شیرینم تو عشقی من توی رازم تو عشقی من همسازی درینم توی عشقی نخستینم توی همسازی درینم آه توی عشقی نخستینم